بازار فروش نقلیات در شهر خوجند پر از ماشین و خریدار است، اما سودا در اوج نیست. تاجر و ماشینگیر ساعتها سودا میکنند ولی در تعیین نرخ با موافقه نمیرسند. هلدانها میگویند این وضع بعد قرار رئیس جمهور هم درباره عوف ماشین‌های کهنه بهتر نشده است. فروشندگان سبب را در دیگر عامل می‌بینند. اکنون فکری من به اعظمی کورس روسیایی هم وابستگی بسیار دارد. مقصد اگر کورس 120 بالا شود سودای ماشین هم تیز میشود. مثلا مهاجران میبینن این وضع میکنن پولشون نیون. مقصد و یا به ارزانتر فکرشون و هم خیلی ارزانتر میفروشند. اگه کورس هایی که حاضر هست 104 و 110 خلاق هم به و یا کمتر سومشون میدارن که ایسابی کمتر بالا شود نرخ ایواز کنیم و بعد خریم گفته ایسابه می فرقیتش همین به فکری ما. تاجران دیگر در نزد دوربین صحبت نمی کنند. آنها در صحبت‌های حضوری گفتند که بلند یا پست شدن نرخ تقاضای بازار است و سبب‌های مختلف داشته می‌تواند. خرج یک ساله ایستگاه‌ها و نو کردن قسم‌های احتیاطی باعث به افزودن نرخ شده است. خریداران میگویند چنین نرخنامه به همه طلبکاران موافق نیست. پولدار به ارزان، پول به قیمت نه. ماشین ها برای تجارت، نقلیات، آدمکشی، بارکشی و ها اکو ارزانتر و سال ماشین های این و شرایط با کمش 50,000 سومون کم کلام نمیشه. در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین ها به کشور اساساً از دست دوم و از کشورهای اروپا، چین، کره، روسیه و امریکا وارد می شود. قشر میانحال در تاجیکستان بیشتر امکان خرید ماشین های کهنه مثل آپل را دارند. تاجران میگویند مردم توان خریدن ماشین های نو را ندارند و برای همین طلبات به ماشین های کهنه زیاد شده است. ولی ایسابی که ای 2013 بالاش уже میدارد دیگه مدل های نو این 2006-2007 که نمیدارد دیگه ایساب همین نرخایی که همون کهنه گرفته مونده بودن میدونن که دیگر اوپل نمیدارد 2006-2007 ایساب همین 5,000-10,000 نرخشونه برداشتگی که مقصد میدونن که دیگه واگن نمیبیاد. قرار منع ورود ماشین های استحصالشان تا سال 2013 واکنش های هرخیله را به میان آورد. بعضی ها آن را مهم خواندند ولی برخی دیگر زیان آور. مسئولان خدمات گمرک میگویند سالانه ده‌ها هزار چنین ماشین وارد تاجیکستان میشد. برخی از تجربه کشورهای مثال آوردند که محدودیت در استفاده ماشین ها و سال برارش آن ندارند و کار راننده ها و مردم هم آسان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов.